بهر آبادی شهر حصار فعالیت مؤسسه کمونالی و خوجگیداری، مؤسسه آبادانی و کبودی زورکنی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی و شعبه حفظ محیط زیست شهر حصار بهتر کرده می شود. این ساختارهای مهم مقامات محلی که در کارهای آبادانی شهر مسئولیت بلند را بر دوش دارند، طی چند سال اخیر حسن مرکز و گرد و اطراف به کلی زیبا و خرم گردیده است. امروز باشد بهر آبادانی و سازندگی شهر بخشیده به جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای نظررس را به انجام می‌رسانند. زیاده از 3000 نفر شهروندان شهر حصار از همه جماعت‌های شهرک و دهات به حشر برآمده کوچه و خیابان‌های خود و نزد کارخانه و تشکیلات‌ها را از هر گونه پرتوها تازه و آزاده نموده با جشن 27مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی گرفته ایستادند. و غیر از این بخشیده به پیشواز 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان نیز نقشه چهاربینی‌ها آماده گردیده است و در طبق نقشه چهاربینی‌های آماده گردیده یک قطار کارهای آبادانی و سازندگی نیز در نقشه گرفته شده است. همچنین در این روزها ساکنان توانستند که گلگشت‌های شرفت شاهراه دوشنبه ترسونزاده را نیز از علف‌های بیگانه تازه کنند. با گفته دستاندرکاران از جانب شخصان مسئول گل‌های شرفت راه مذکور همروزه نگاهبین کرده می‌شود. در شاهراه دوشنبه ترسونزاده قرار داریم. مردم شرف شهر حصار و شاهراه برآمده و در خود گلدان‌هایی که در مابین شاهراه جایگیر هستند کوشش و زحمت زیاد کشیده است. چنانکه که شهر حصار یکی از شهرهای تاریخی و سیاحی به حساب می رود. از این خاطر ما باید سهم خود را برای آبادانی شهر حصار بذاریم. در حقیقت امروز حصار به موضع‌های تاریخی و جای‌های تماشاباب معرفی تاجیکان در جهان به شمار می رود. چون که همروزه به این ملک زیبا منظر سیاحان داخلی و خارجی تشریف می آورند و با فرهنگ و مدنیت تاجیکان آشنا می شوند. به همین خاطر نه تنها اطراف شهر بلکه همه جای‌های آن باید تازه و آراسته باشد. آباد و زیبا گشتن شهر حصار و همه جماعت‌های آن از تلاش‌های ساکنان درک می‌دهد.